واسه مردم تاجیکستان هستی، مردم ازبکستان هستی، مردم قزاقستان هستی، مردم مسکو هستی، امریکا هستی. ای مردم اتقوا ربکم، این خدایی که خالق شماست، از این بترسید، از این بترسید. این بطش ربک لشدید، زیرا خدای شما بسیار سختگیر است، هر بنده وعیدی حق نظیر است که ازید دیرگیر و سختگیر است. این خدای ما و شما مخلوق مهلت میدهد، شاید که روز از روزها به خود بیاید و تأکید میکند از من بترسید، از من بترسید. در قرآن، در بسیاری آیت های قرآن یا ایها الناس اتقوا ربکم ذکر می شود. ای مردم از خدا بترسید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید از خدا بترسید، هر وقت سخن میگوید سخن راست بگویید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که دعوای ایمان دارید از خدا بترسید و برای روز فردای خود تیاری ببینید. واتقوا الله، باز تأکید میکند خدا، از خدا بترسید، زیرا خدا از همه اعمال شما درکدار است. در دیگر آیت قرآن و ایای فرحبون، ای مردم فقط از من بترسید، دیگر از هیچ کس نترسید. وقتی شما از من ترسیدید همه